سلام، حالتون چطوره؟ عبدالله اسماعیلی هستم. قراره که تو این ویدیو این نمونه از گذر زمان رو بهتون آموزش بدم تا بتونین توی تولید محتواتون ازش استفاده کنید. خب خیلی سریع شروع کنیم. اینو میبرم جلوتر. همونطور که می‌بینیم بک‌گراند مشکیه. یه کالر مت درست می‌کنیم حالا به این رنگ که بتونه یه بک‌گراند واسش آماده کنیم. من اینا رو پاکشون کنم. خب می‌بینین یک رنگ زرد خالص، به خاطر اینکه یکم زیبایی بدیم به کار میام توی ویدیوها و ماسک رو انتخاب میکنیم، میاریم روی کالر مت، از پنجره اینفورمیشن روی ماسک دابل کلیک میکنم، از این قسمت اینو انتخاب میکنم و یک حالت بیزی شکل اینجا درستش میکنم. خب میارم وسط. درسته؟ اگه وسط نبود اینا رو صفرش کنین تا درست بشه. میام و توی قسمت اوتساید فیلتر رو فعال میکنم و فیلتر کالر بالانس رو بهش میدم و از قسمت تنظیماتش قسمت نورش رو کامل میخوابونم. اوکی رو میزنم و میام قسمت صاف، تیکر صاف رو میزنم و مقدار 1000 رو بهش میدم تا این جلوه خوشگل رو به بک‌گراند من بده. خب پس بک‌گراند ما آماده است. حالا کافیه که مثل نمونه یه دونه دایره داشته باشیم که این نوار رنگی ما روی این دایره حرکت کنه. خب این دایره رو شما میتونین از طریق فتوشاپ درستش کنید، ولی من میخوام همه چی توی نرم افزار ادیو صورت بگیره. هم میتونین از طریق کریت تایتل این کار انجام بدین و این شیپ رو درست کنین، شیپ دایره‌ای رو که اگر آموزشش رو ندیدین توی کانال یوتیوب من هست، بریم و قسمت آموزش پنجره تایتل رو ببینین. اونجا گفتم شیپ ها رو چجوری درستش کنین. اما امروز من میخوام از طریق ماسک این شیپ رو درست کنم. همون کالر مت قبلی که درست کردیم و من میکشم دوباره توی لایه دوم قرار میدم، چون رنگش اصلا مهم نیست. ماسک رو دوباره میارم روی این کالر مت، دوباره اعمال میکنم، روی پنجره اینفورمیشن دابل کلیک میکنم و میام دوباره این قسمت این شیپ رو انتخاب میکنم و دکمه شیفت صفحه کلید رو نگه میدارم تا یه دایره این شکلی واسه من درست بشه. به خاطر اینکه بیاد وسط کادر، دوباره گفتم اینو مقادیرش رو به 0، قسمت پوزیشن مقادیرش رو به 0 تغییر میدم. خب تو این قسمت ما اوتساید و اینسایدش رو 0 میکنیم و قسمت لبه ها رو میام کالر رو تیکش رو فعال میکنم و مثلا مقدار 30 رو به اون میدم. همینطور که میبینین یک دایره سفید رنگ واسه ما درست شد. خب میام کلیک راست میکنم روی این پنجره و یه لایه دیگه ایجاد میکنم و اوکی رو میزنم. خب همینطور که میبینین یه لایه دیگه اضافه شد. میام و از این لایه یه کپی میگیرم، روی بالایی قرارش میدم و قسمت ماسک رو میزنم و رنگ این کالر رو عوضش میکنم. مثلا میذارم سبز بذارم که یکم تفاوت داشته باشه. خب همینطور که میبینید دایره ما به رنگ سبز در اومد. خب برای اینکه حرکت آروم ما و گذر زمان ما صورت بگیره روی نیم دایره، باید بریم توی قسمت ترانزیشن ها، این قسمت و قسمت 2D رو فعالش کنیم و این ترانزیشن کلاک ساعت اینو میدیم به لایه روی و اینو حالا به همون میزانی که نیاز دارین کم و زیادش میکنین. ببینیم چی شد. همینطور که میبینید داره به دو طرف پخش میشه، ولی ما اینو نمیخوایم، میخوایم یک طرف این صورت بگیره. میام تو قسمت پنجره اینفورمیشن، وقتی که این لایه انتخاب یعنی روی ترانزیشن ما تو این قسمت لایه کلیک میکنیم، میایم تو پنجره اینفورمیشن کلاک رو دابل کلیک میکنیم و توی قسمت تنظیماتش این گزینه رو انتخابش میکنیم. تمام. اوکی رو میزنیم و دوباره ببینیم چه اتفاقی میفته. همینطور که میبینید این گذر زمان داره صورت میگیره. حالا شما با کم و زیاد کردن این ترانزیشن، گفتم وقتی موس رو میاریم به انتهاش شکل موس عوض میشه. شما میتونین کم و زیادش، سرعتش رو میخواین زیادتر کنین کمترش میکنین. میبینید که با یه سرعت بیشتری و سریعتری
گذر زمان ما به پایان میرسه. اگه خواستین طولانی تر بشه اینو طولانی ترش میکنیم. پس این از این قسمت. خب حالا اگه بریم توی نمونه اولیه‌مون نگاه کنیم میبینیم که گذر زمان ما دو رنگ داره، آبی و نارنجی. یعنی از با نارنجی شروع میشه و بعدش آبی میاد و انگار یه نوک نارنجی رنگ داره. خب به خاطر اینکه دو رنگش کنیم کافیه که یه لایه دیگه ما اینجا درستش کنیم و از این یک کپی دیگه بگیریم بیاریم بالا و شروع رو 2 تا فریم مثلا بریم جلوتر و حالا تو قسمت ماسک این لایه روی رو انتخاب میکنیم، اینفورمیشن ماسک، و رنگ اینو عوضش میکنیم. حالا مثلا من میذارم قرمز مثلا. خب همینطور که میبینیم گذر زمان ما رنگش قرمزه با نوک سبز. حالا شما هرچی این لایه رو جلوتر ببرید اون نوک رنگی بزرگتر میشه. درست شد؟ پس این از دو رنگ کردن و اینکه نوک گذر زمان ما یه رنگ دیگه داشته باشه. خب حالا بیایم سراغ نمونه کارمون. تنها کاری که انجام ندادیم اینه که تصویر خودمون رو یا هر تصویری که دوست دارین، لوگو هست یا هر چیزی دیگه هست، داخل این دایره قرار بدیم. نمیخوای لایک کنی؟ لایک کن دیگه. سابسکرایب هم که حتما کردی. بریم ادامه آموزش. برای این کار کافیه که بیایم و توی پنجره تایملاین به ترک های ویدئویی خودمون 2 تا ترک اضافه کنیم. من 2 تا ترک ویدئویی اضافه میکنم، اوکی رو میزنم. روی لایه اول من کلیک کردم، پس 2 تا لایه بالای این برای من تشکیل شد. خب حالا باید عکس مورد نظر یا لوگوی مورد نظر خودمون رو وارد یکی از این 2 تا لایه کنیم. من عکس خوشگل خودم رو میارم توی لایه سوم قرار میدم و موس رو میارم آخر فایل، اونو میکشم تا لحاظ زمانی با بقیه فایلایی که توی پنجره تایملاین هست یکی بشه. خب ببینید چی شد. این فکر کنم آره چند تا فریم جلوتره. میارم اول. همونطور که میبینید عکس من قالب این دایره نیست. درسته؟ به خاطر اینکه یک کمی سایزش متناسب بشه من این ابتدا این فایل رو موقتا میارم توی لایه 2 قرار میدم، روی عکس خودم کلیک میکنم، F7 رو میزنم تا پنجره لیوتر من باز بشه و عکس خودم رو سایزش رو کوچیک‌تر میکنم به اندازه‌ای که حالا مد نظر من هست. مثلا این سایز خوبه، اوکی رو میزنم. حالا اون کالرمتی که آوردم این لایه میکشم دوباره سر جای خودش. از این یک کپی میگیرم، از این لایه یک کپی میگیرم و میارم توی لایه دوم قرار میدم. چه اتفاقی میخواد بیفته؟ قراره که ما لوگو یا عکس خودمون رو دقیقاً قالب این دایره کنیم و من اینو بزرگش کنم. این قسمتی که از دایره زده بیرون نمیخوام باشه. خب باید چیکار کنیم؟ میام روی این کلیک میکنم، ماسک رو انتخاب میکنم، پنجره ماسک واسه من باز میشه. میام و قسمت اوتسایدش رو ست میکنم. اوکی. الان همونطور که میبینید من یه بار دیگه ماسک رو باز کنم. داخل دایره خالیه، بیرونش پره. اوکی رو میزنم. حالا میام تو قسمت بلندها و ترکمتو که یک افکت خیلی خوب هست رو میدیم به لایه عکسمون. کجا رهاش میکنیم؟ تو قسمت خاکستری لایه. اینو رها میکنم. همینطور که میبینید عکس من داخل الان حذف شده، این تیکای بیرون مونده. به خاطر اینکه برعکسش کنم میام توی پنجره اینفورمیشن، روی ترکمت دابل کلیک میکنم و این پنجره اینورت رو فعالش میکنم. درست شد؟ حالا اوکی رو میزنم. همونطور که میبینید اون قسمت های اضافی پاک شدن. یعنی شما هر تصویر دیگه بخوایم بیاریم، مثلا من یه تصویر دیگه هم پیدا کنم براتون بیارم. خب مثلا این عکس رو
من انتخاب کردم اینو پاکش کنم. این عکس رو میارم توی لایه سوم قرار میدم، اینو میکشم. خب میبینین سایزش اینجوریه، پس سایزش رو تغییر میدم، F7 رو میزنم تا به این حالت در بیاد. خب اوکی رو بزنم. اگه من ترک مت رو بدم به این لایه و از اینجا اینورت کنم، میبینید که بقیه حذف شدن و فقط داخل دایره باقی موند. خب امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشیم و بتونید توی تولید محتواتون ازش استفاده کنید. اگر تو این مرحله هم احساس کردین که اون عکستون درست تو این دایره قرار نگرفته، کافیه که دوباره F7 رو بزنین و اونو جابجا کنین تا به اون نتیجه دلخواه برسید. الان این تیکه کمی خالیه، من اینو وقت شما رو هم میگیرم، ولی اینو کمی بزرگش کنم که اوکی باشه. خب امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید، توی تولید محتواتون ازش استفاده کنید. اگر نظری پیشنهادی دارین حتما کامنت بذارین. اگر آموزشی مد نظرتونه حتما کامنت بذارین، من سعی میکنم که اون آموزش رو براتون ویدیوشو آماده کنم و توی این کانال بذارم. فعلا خدا نگهدار.